بچه‌ها در نروژ تورموز خطی بحر هم خیلی هوای زوری هست که عیناً همین هوای تاجیکستان و مانندی داره هم همین سنگ و سفال داره و درختش بسیاره هواش گرمی تازه گردی ها شهر داشت گوه که فاروق نسان دیلی بود هواش عجیبه های موشی که تا قزمی چه 80 متر رو در گرمان اینجا در هم خیلی چه 80 متر زد گرمان هم هواش عجیبه بی تازگی هوا رو بی نسان دیلی بچو هواش عجیبه تازه نروژ اینجا